زن همین دو سه روز یکسره همین برار هم زنگ میزنه، همین زنی هم شیلی یکسره زنگ میزنه که این مسئله چه کار میکنیم. همین که به خورتگی گفتم دختر خور با تو میدم. انالک چی میگی؟ انالک چه کار کنم؟ تو یک رای به من نشوندی زن. اولا او به خورتگی بوده یه گپی بزدیم خلاص شد به رفرت کار خب من دیم اونا به دی زندگی میکنم. دختر من اینجی تحصیل کرده به شهر زندگی کرده. میشته دختر دستی گل خور بودم که ببرم به دی. خواهی من چیکار کنم؟ برار منه. آخه من یک براری دارم، میشه به جلوی برار خوب استم. آخه میفهمی که همونجا همین چوکه زمین مارم کشت زراعت میکنه، گاهی وقتا با ما چیز میزی هم میاره. اگه خودی و جنجال کنم که خلاص همین چوکه زمین رم پرتو میکنه برات میگه خود تو هر کاری می بکن. من چیکار کنم؟ بخواد کی زمینه بدیم به دیگه کس که کشت زراعت کنه. برار باشه خاطر برار شما نرگه زندگی آینده دختر خو خراب کنیم. بابا به خدا اون از امی همسایه ها ما پارسال بود دیگه دختر خو عروسی کرد بداد بدی. خب برفتم اونجی به زور به سری و گفتم برو اونجی نون پخته کومه چون برو گو بودوش و چه کار کو فلان کو همونجی شوی به زور بلی گفتم بده برو میچوم ازم پات نور چی بیار بترسیده. خونی بیچاره دیوانه شده اونو بیاوردم به پیش مادری پرتو دادم. البته دخترم ازیتیه. یار زن هر چه فکر میکنم که همین برار ما از من دیخ میشه. درسته که دختر ما تحصیل کردیه اما بچه از میونم بچه زحمت کشی بچه کریه بچه گه خوبیه. امیر بغضر که خیشی ما سر بگیره از هم دور نشیم نزدیک شیم. همین خواهش از تو دارم زن. گپم یکیه من دختر خوبه به چه برار شما نمیدون خلاص. به دختر من همال یک عالم خواستگار داره. از مهندس گرفته از دکتر گرفته از پولدار گرفته از زرگر گرفته از تاجر گرفته. من اشته دختر خور بودم برای از به چه برار شما هیچی هم نداره و هم به تعدی میگم زن هر چی نکنی برار منه هم خون منه. بغضر که همین وصلت سر بگیره دو تا جوان برم به خونه خود زندگی کنم همین کار رو بگیر که سر بگیره. چه کار میکنی؟ حال چی میگی؟ ان دخترم بیامد. بیشترم بابا. و علیکم خوبی بابا؟ شکر. چه سرسان؟ آره بپرس اگه دختر خوب. من بپرسم شما میگم بابا. بله بابا. همین برار ما و زن برار ما یک سر زنگ بزنم. خب. یک وقتی هم ما بگفتیم که طور میدیم برای به چه از اون. حالا خیلی وقت هم تیر شده. حالا تو چی میگی؟ رضایت داری که طور برم به چه از اون بدیم یا نه؟ همه ضرب ما بگو که این مادر تو کنی سر کش گرفته خودم جنگ و جنجال داد. نه بابا من بده نمیرم من بده زندگی نمیتونم. من از خوردگی به شهر کلون شدم. من اشته برم بده زندگی کنم. به یک مسافرت میرم به 2 روز طاقت میارم پس میایه مشته زندگی کنم به اونجا. حالا تم کوش مادر خوب پاخو کردی. آخه او هم میفهمی برادر زاده منه بچه برار منه. باشه برادر زاده شما باشه نمیشه که ما زندگی خوب فدا برادر زاده شما بکنم. بدیدیم دخترم نمایه رضایت نداره. حالا بیایم من چی بگم؟ همین قضا تو به من بگو هم یک رای به من بسنجه که من بتونم جواب اینا رو بدم. خب بابا جون راحت جواب دیم. بگو دختر من بچه شما رو نمایه. آفرین خلاص. خدایا دیگه من دست از این دوتا نجات بده. انولک برار من میایه من چی بگم؟ آخه رو دارم که به طرف برار خو نگاه کنم بازو برار کلون مم هسته. لا اله الا الله من چی بگم برای شما؟ به تمام کله شما کاجا کردم. آخه یک ذره فکر کنید که همین دختر دسته گل خود تحصیل کرده اشته به اون بچه که بی سواد میده او هم به تعدی. آخه بابا جون همین مکی بگم ها شما اشته مر به مو میدید. من 16 سال درس خواندم 12 خلاص کردم پانتون خواندم او هیچی نمیفهمه سواد نداره الف به جگر یونیه من رشته درد میکنه او. من نمیفهمم چیکار کنم. خدای دیگه گروه بسنج که دست همین برار هم نجات پیدا کنم و دست از این دوتام اینام که راضی نمیشم. من برار خور نمایم که از من دور شه. من مایم که برار ما به کنار ما باشه بین ما و از اون دیگیاتی به وجود نیایه. هیچ دیگیاتی به وجود نمیایه بابا. نمیفهم چیکار کنم. هیچ کار نکنی. آمدم او پیکیر بم رو دست اینا بریزیم بگیم من دختر خود نمیدم دخترم رزی نیه. میگم پس یک کار بکنیم اونا که آمدن هم خود تو بمت مستقیم استاد چو به جلو اینا بگو من نمایم بچه شما تم یک دقیقه همی برار من خود میگم نمایه که شما گپ زنی. شما هیچی نمایه بگیم من خود اینا گپ میزنم عدل میفهم که چی بگم برای اینا. خود مبرومه نمیشه آخه برار منه آدم به برار خود میتونه بگه نه.
باز میگم برار منه. درسته که برار شما نه. اینجی آینده دختر شما به مینجیه. آینده دختر خود شما بگره فکر کنی. عجب زمانه شده. دیگه اون زمان شما زمانی بود، از زمان ما زمانی نبود که من آگاه نبود و من زن دادم، خواهر من عروس کردم آگاه نبود. هر کدوم از این قوم خیشا خیشی کردم، نه دختر خبر داشت میگفتم تو به فلانی دادیم، نه بچه خبر میشد که تو زن دادیم. می آمدم میگفتم بسم الله الله اکبر، ای از تو ای هم از او. دیگه او زمانی بود دیگه. او قدیم همه عموده بود عروس دومت میشدن. وقتی ما واسه کدام خونه کینه حال فرق کرده زمانه. میگو مال همه چیز فرق کرده، هیچ چی به سر جای اون نیه. عروس میشتره. عروس سلام، خوبی؟ سلامتی؟ جان تو جان بخیری؟ سلام علیکم. خوبه؟ اشتنی برو. خوبی؟ سلامتی؟ صحت شما خوبه؟ اشتنی خوب هستی؟ جان تو جان. سلام خوبی؟ سلامتی؟ سلامت باشین، زنده باشین. اشتنی زن برو. خوبی شما خوشحالیم. الحمدلله. سلامت باشین. دیواره همه خوب بودم. همه خوب بودن. سلام میرسوندن. خوشحال بودم. همه تیا خوشحال بودن. صحت و سلامت باشین. زن برو. خوبی؟ سلامتی بخیری؟ اشتنی عروس ما خوبه؟ الهی شکر. اشتنی هم بجین. تیا خوشحالی؟ بسیار خوبه. خود تو خوبی؟ تیا خوشحالی؟ احسن زنشی دی نمیایی. الهی شکر. الهی شکر. گرفتاری زیاده. گرفتاری باشه. بیاین وقت میوه دیگه شما رو به خدا مگر ما به شما بگیم بیاین خود شما بخزیم بیایم این چند شای بشیم عروس ما رو بیاریم حداقل حال هوا اینو تازه میشه. بابا خدا تو انگورا برسیده، شفتلوها زدلوها همه برسیده. یک بشکدک ماسی هم برای شما بیارم خود خلیفه که دیشب تیار کنم. تخم مرغ هم بزد و نوش جانشم. تشکر، خیر بینیم. اونطوری برو بیگونه بری نکن. خیلی حال ما بده میشینیم. حداقل بیایم روزا جمعه بخزیم خود زن خوبه بیا. خدا من خوشم کم 24 ساعت بده باشم. باور کنین همه بوی قشادا به دماغ من میخوره، حال و هوا میوز میشه. اما چیکار کنم که اینا بهم طعم قلقا تخزیده هم بیرون نمیشم. هر چی گفت کنم بیرون نمیشم. خدا دیار خوب کرده برار. همو آب و هوای با خدا خوب. عدم من به شهر داخل شدم بجز از بوی دود و بوی گاز و مثلا بوی تیل و بوی چی به دماغم میخوره. خوب سکو چیان البته نفس بچه شما اشته زندگی میکنه بیروشیم از هوای آزاد استفاده کنیم. راست میگیم، آب و هوای آزاد نفس راسته میکنه، عمر رو میفهمی زیاد میکنه. بدیا خب دیگه همه جین جان دیگه ما رنگ زرد و دیگه رنگ سرخ انشالله بباریم. عروسک به کجا صدا که گلاسک هم به بیاره که دلم یخ کنه. میگم من به جین جان هنوز هیچ خبری نیه که شما عروس گرفتی. وی هر کاری بکنی خوارو و نم به چی منه دیگه و عروس منه دیگه چی دیگه پا میزنی؟ چی میگه برو زن تو؟ ها؟ به خدا من نمیفهم خود از اینا چه کار کنم. دختر خودم صدا کردم برای گفتم من راه اینه چای اینه ای هم بگفتم با قربی عکوش کردن که میگه او به ده و ما به شهر ما به هم نمیخوره. شهر و ده چی فرق؟ مال امکاناتی که شما به می شهر داره ما به ده داریم. ما دو برابر شما با قرآن اول بخونی ببین جگر تو تازه میشی. خلق متن شو قلبو میگیره. چون کنیم شما یک دکه چون کنیم نگاه کنیم برشو جان شما کلون مانیم احترام شما دارم هم شما هم امجین. اما دخترم به شهر زندگی کرده شهر زندگی کلون شده با آمریکا خود زندگی نکرده. درسته دخترم درس خونده خود درس خونده باشه تحصیل کرده به چه شما سواد داره سواد بخی نداشته باشه. این دختر برار منه ای از وجود منه ای از خود منه خون منه مگر باشه. درسته که باشه هم دختر به اشته معدلشون دختر تحصیل کرده خور دسته گولر من بودم که شما بوریم به تدی چه کار میکنه بده بو مثل که برای ما اونجا تپیگاه به دیوال میزنه. دیگه نپس میبریم اون به بلند بالا میشونم دختر که آمده به خسرونی روز اول امیر گفته که دختر شما ما نمیگذارید دست به سیاسفید بزنه، دختر شما هیچ کار نکنه. وقتی که بردم خر اینو که از پل تیر شد خلاص. حالا برو من خده تو گپ زنم یا خده زن تو گپ زنم؟ تو پس چه کاری؟ ما به خدا اگه راست بپرسیم ما لگمه هیچ کاره نیم. من بین دو تا سنگ سیاه موندم. مادرم رزینیه دخترم رزینیه. آخه من به اینا میگم کالک شهر و دیگه فرقی نداره. من برفتم بخونه برار خوب من به گازات چای دم کردم نون آوردم برق امکانات همه چیز دیگه که به سر ازون پخته میشه به سر کنده او لذت از تا زن تو بدیده به عمر رفت پشت خوابت دیگاه بخوردم اینا. براشو جان شما بریم حمید دختری ازم تا دیوار خوب بیاریم. برو بمر تو به خدا به قرآن مندیل خورد و زیر پاخو کن که تو حال زن تو جلوی تو شده. آخه تو این زبانی بود
آخه به این شهر نمیتونه مرد گپ از دهنی که بالاتر بزنه که زن او شیشته باشه. تو نمیتونی حامال نمیتونه غیرتی ها به تحت شهر داریم که زن گپ بزنه دهن پاره بکنه. تو میتونی چیزی که زنجلیل بیننگی چکار کنم برو اوقات مطلق میشه مگن نون خون قطعتم خودی از اینا. یعنی برای شو تو خیلی زچهی خیلی زچه زن خو میترسی زنزلیلی دیگه همان پیاش شکو به من گپ زنه 16 بنده به من لرزه مرگت هم گپ زنی پا گبری ما ببردی با کجا با 16 بنده البته از پیش خود میپرونی. خب چند بنده با تو چی؟ یه خود چوب باش دیگه اما که گپ بزن تو چوب باش گوش کن. خب ببخشید تو مثلا بجی خودت چرچر زبونی نکن. ببخشید ببین اشته سیاست کل زن خوب بدیدی بند به بندی و مله چوب کنه گتم نه بجین جان به این جی از این خبرانیه با خدا مرد یک کلمه بگه صدا خور بلند کنه به سر زن گول بام زیر دست پا خو میکنه زن که نیه وی و بیلا جا بگو وقت برای که این پولی ازدادن که تو داری چی میشه وقت من نفهمیده بودم با خدا برا که تو به شهر امدی بیخی همون غیرت و همت و مردانگی خور اما با تعم دیبک دشتی بیامدی پا کبری مربو بردی پیشم زن همین جگاه مالی گپا میزن تو به سر زن من تاثیر کرده بچی بیتر کرده که با خونه تو نیام بفهمیدی هر وقت مرد شدی غیرت کردی همت کردی باز با برا خو زنگ زن در غیر از زنگ نمیزن بریم زن چکا کنم برو کجا میری آخه چکا کنم آخه برو تو چی خبر داری که دست نزیم چی میکنم بخورم اینا خوش شدی تو دختر خوش شدیم که برادر من زن برادر من دیگه از اینجا بره خوب شد همیته شد که برستم خدا خاک بر سر ما خود از زندگی کردن